با درود و احترام خدمت همه همراهان همیشگی برنامه‌های زنده در مجموعه آوای بوف. امشب در خدمت شما خواهیم بود با یکی دیگه از برنامه‌های کارگاه کتابخوانی. خیلی خوشحالم که همیشه ما رو همراهی میکنید و به ما قوت قلب میدید برای ادامه این سری از مجموعه ها. امشب در این برنامه قرار هست که آخرین فصل از کتاب جهانهای موازی از میچیکو کاکو رو بررسی بکنیم که عنوانش هست فراتر از جهان چندگانه. در این برنامه همونجور که میدونید جناب آقای هادیان مترجم همراهی میکنن و با توضیحات جامعی که در رابطه با مطالب مختلف کتاب ارائه میکنند در این سری از برنامه ها بسیار برای فهم و درک بیشتر مطالب کتاب به ما کمک کردند. همینطور خانم بدیعی که همیشه نظم خاصی به برنامه های ما دادن و در این مورد هم خیلی ما رو کمک کردن. من اجازه بدید که هر دو عزیز رو دعوت کنم که تشریف بیارن توی برنامه. سلام و درود خدمت جناب هادیان عزیز. شب شما بخیر باشه. متشکرم. شب شما بخیر و شب یکایک بینندگان عزیز. و سلام خانم بدیعی، شب شما هم بخیر باشه. سلام به شما آقای خرداقی و آقای هادیان. امیدوارم حالتون خوب باشه، سلامت باشید و آخر هفته خوبی رو سپری بکنید. و همینطور سلام به همه دوستانی که دارن به ما ملحق میشن. امیدوارم تا آخر برنامه ما رو همراهی بکنید. بله بسیار عالی. جناب هادیان هفته گذشته یه قولی دادن، من از هفته قبل دارم هی روز شماری میکنم که این برنامه برسه و ما این مطالب جدید رو بتونیم پی بگیریم و دنبال کنیم. در خدمتتون هستیم. باید خودتون هم کمک کنید جناب مهندس، چون بحث بیشتر فیزیکی باشه یه بحث نتیجه گیری همه این حرف است. بله خواهش میکنم. در خدمتتون هستیم. خانم بدیعی بفرمایید. بله، همونطور که شما توضیح دادید در ابتدا، امشب آخرین فصل از کتاب جهانهای موازی رو با هم دیگه مرور میکنیم در باب موضوع آن سوی جهانهای چندگانه یا فراتر از جهانهای چندگانه. ابتدای مقداری من مقدمه این فصل رو با اجازهتون روخانی میکنم و بعد میریم سراغ سوالها از آقای هادیان. در سال 1863 توماس هاکسلی نوشت بزرگترین دغدغه ذهنی انسان‌ها، یعنی مشکلی که در پس تمامی مشکلات نهفته و تمام توجهات به آن جلب شده، تعیین جایگاه انسان در طبیعت و رابطه او با جهان پیرامون خود است. هاکسلی را به سگ نگهبان داروین می‌شناسند. او کسی بود که از نظریه تکامل داروین در برابر جامعه محافظه‌کار زمان ملکه ویکتوریا دفاع کرد. آن روزها جامعه انگلیس انسان را اشرف مخلوقات می‌دانست، موجودی که در مرکز خلقت قرار گرفته بود. از نظر آنها نه تنها منظومه شمسی را مرکز جهان می‌دانستند، بلکه بشر را اوج خلقت خداوندی می‌دیدند، موجودی که تصویر خداوند در او سایه انداخته بود. هاکسلی که با عقاید ارتدوکس به شدت مبارزه می‌کرد، باید از نظریه داروین نیز در برابر استدلالات غلط مذهبیون دفاع می‌کرد تا درک بهتری از درخت زندگی داشته باشند. امروز ما می‌دانیم که افراد برجسته مانند نیوتن، اینشتین و داروین چه کمک بزرگی در جایگاه حقیقی انسان در کیهان انجام دادند. تک تک این افراد در تعیین نقش انسان در جهان با تعابیر فلسفی و مذهبی آن دچار مشکل بودند. نیوتن در مباحث خود می‌نویسد زیباترین منظومه شمسی، سیارات و کیهان و ستارگان با تدبیر یک موجود هوشمند اداره می‌گردند.
اگر نیوتن قوانین حرکت را کشف کرده است، پس باید یک قانونگذار الهی وجود داشته باشد. اینشتین نیز به وجود شخصی برتر اعتقاد داشت، اما از نظر او این عقل کل هیچ دخالتی در مورد انسانها نداشت. او قصد داشت به جای اینکه به حمد و ثنای خداوند بپردازد، ذهن او را بخواند. او در جایی گفت: من میخواهم بدانم که خداوند چگونه این جهان را خلق کرده. خود پدیده خلق جهان برای من هیچ اهمیتی ندارد. من میخواهم فکر خدا را بخوانم. بقیه امور بسیار پیش پا افتاده هستند. اینشتین در رابطه با علاقه خود نسبت به موضوع الهیات میگوید: علم بدون وجود دین فلج است، ولی دین نیز بدون حضور علم کور است. از ترکیب علم و دین و فلسفه نیروی قدرتمند پدید میآید و به قدری نافذ است که حتی فیلسوف بزرگ جردانو برونو نیز از آن در امان نماند و در سال 1600 در خیابان‌های روم زنده در آتش سوزانده شد، فقط به این دلیل که حاضر نشد از دیدگاه خود برگردد. او عقیده داشت که آسمان‌ها سیارات بسیاری دارند که موجودات زنده زیادی رو در خود جای دادند. او نوشت: من میگویم که برتری و فضیلت خداوند نه در یک خورشید بلکه در شماری از خورشیدها و نه در یک زمین بلکه در هزاران زمین و دنیای دیگر تجلی یافته است. جرم گالیله و برونو جسارت در یافتن قوانین آسمان‌ها و کیهان نبود. گناه اصلی آنها این بود که انسان را از جایگاه متعالی خویش در مرکز جهان دور کرده بودند. تقریباً 350 سال طول کشید تا در سال 1992 واتیکان عذرخواهی رسمی از گالیله به عمل آورد، اما این عذرخواهی برای گالیله خیلی دیر بود. البته واتیکان هرگز از برونو معذرت خواهی نکرد. خیلی ممنونم که گوش دادید. حالا با توجه به این مقدمه این فصل میخوایم یه مقداری در مورد اصل کوپرنیکی و اصل انسانی توضیح بدیم، این که جایگاه انسان در جهان به چه صورته. خب مجددا سلام عرض میکنم خدمتتون بینندگان عزیز. جناب مهندس خانم بدی، خانم بدی خلاصه برداری کردید این فکر کنم از این متن، درسته؟ بله خلاصه کردم. کتاب داشتم حتما میدم ویرایش کنید، خیلی بهتر از جملات ما شده بود. خواهش میکنم. ببخشید جسارت کردم. لذت بردم واقعا. بله خانم بدی دستی توی نوشتن و ادبیات هم دارن به هر حال. ببخشید دیگه من جسارت کردم. خواهش میکنم. از جملات کتاب بهتر بود جملاتی که شما خوندید، انصافا دستتون درد نکنه. خواهش میکنم. این فصل کتاب همونجوری که وعده داده بودم میره اسمشو میچیو کاکو گذاشته فراتر از جهان چندگانه. منظورش همینه. حالا ما همه اینا رو گفتیم، آخرش چی؟ چون واقعا منم چنین دیدی دارم، با میچیو کاکو موافقم که این داده های علمی باید یه جوری روی طرز فکر کلی ما نسبت به جهان و انسان و زندگی و اینا اثر بذاره. یعنی شما نمیتونید اینا همه رو بخونید بعد همون جوری که قبلا فکر می‌کردی هنوز زندگی کنید و همون راه و روش، یا همون جوری نگاه کنید بگید خب مثلا تا الان راجع به جهان و انسان اینا رو میگفتیم، الان راجع به جهان و انسان علم هم اینا رو میگه. خب علم برای خودش یه سری نتایجی داره، حالا این موبایل هم میده دست ما ازش استفاده میکنیم یا ماشین هم باهاش میسازیم، ولی چه ربطی داره به زندگیمون؟ به نظرم نمیرسه که این داده ها، این اکتشافات امروزی اینقدر خنثی باشن. به نظر من البته نمیگم که کسایی که نگاه علمی دارن به جهان و انسان باید بجنگن با اونایی که نگاه غیر علمی دارن، ولی نه، اینا بایستی با هم صحبت کنن. اصلا نهایتاً من مدعیم که آخر سر خوب و بد بودن تقریبا مربوط به دانش ما نیست.
اینم به از روی اکتشافات جدید عصب زیست شناسی میگم که حتی تو این کتاب جاش نیست، ولی چیزی که تا الان فهمیدیم تو حوزه شناخت سیستم عصبی خودمون، انگار که اینا دو قسمت مختلفن. جایی که ما رو تشویق میکنه که اخلاقی باشیم، آدمای خوبی باشیم، از جایی که بهمون دانش میده، منطق و تجزیه و تحلیل توشه. بنابراین به اون هرچی ما نظرمون راجع به جهان و انسان نباید موجب بشه که به دیگران بپریم یا تحقیرشون کنیم یا باشون از در ناسازگاری پیش بریم. اتفاقا ما رو فروتر میکنه، چون میفهمیم که ممکنه خیلی چیزای دیگه باشه که الان نمیدونیم. بنابراین با فروتر یا یه چیزایی فهمیدیم به دیگران هم میگیم، ببینیم اونا نظرشون چیه. ولی این که درسته در سطح اجتماعی، ولی حالا فرض کنید که ما قانع شدیم این نگاه رو داریم به جهان، میخوایم ببینیم این چه اثری میذاره روی دیدگاه‌های خودمون شخصیمون. این فصل میخواد به این بپردازه که حالا من سعی میکنم ابتدا جواب سوالای خانم بدیعی رو بدم، بعد میپردازیم به حرفایی که میچیو کاکو جوابی که توی این فصل به این سوال داده که حالا همه اینا رو خوندیم چه تأثیری روی نگاه ما میذاره. و بعدم من یه مقداری از وقت و شاید اون آخرها اگه وقت شد یه مقداری هم نظر شخصی خودم رو میگم. و البته دوست دارم که خود شما خانم و آقای منظور هم تو این مورد بگیم با توجه به مطالعات و این بررسی هایی که دارین، فضای این روزا که دارین زندگی میکنین، خودتون راجع به این مسئله مهم که عبارت هست از معنای زندگی، این که حالا با این دانشی که داشتیم ما معنای زندگی در چی میدونیم با هم صحبت کنیم. خب سوال شما راجع به اصل کوپرنیکی بود با اصل انسانی. درسته، ما اینجا ترجمه کردیم که اصل انسانی این آنتروپیک پرینسیپله و بعداً ترجمه بهتری ازش اومد. الان اگه من بخوام دوباره ترجمه کنم میگم اصل بشر بنیاد، یعنی بر مبنای این که اصل کوپرنیکی میگه این جهانی که نگاه میکنید با این قوانینی که ازش تا حالا شناختیم ما موجود خاصی توش نیستیم، مثل بقیه چیزا در اثر قوانین طبیعت شکل گرفتیم. توی فصلهای قبلم مفصل اینو گفتیم که اصلا حیات یه چیز کاملا ناپایداریه، خیلی کوتاه مدت ممکنه پیش بیاد. خیلی از تمدن‌ها موجودات زنده ممکنه به وجود بیان بعد از بین برن. نتیجتاً اینطوری که نگاه میکنیم که بهش اصل کوپرنیکی، ما موجود خاصی نیستیم توی جهان. حالا قوانین اومده الان هم ما اینجوریم، میتونستیم طور دیگه ای باشیم اصلا. این هم از قوانین فیزیکی میاد، هم توی سیر تکاملی توی این 4 میلیون ساله ما میدونیم که میتونست اینجوری نباشه، شکلهای دیگه باشه. بله. ولی بعضیا میگن که نه، وقتی که با دقت نگاه کنیم یه جایگاه خاصی ما داریم توی جهان، انگار که یه سری تنظیمات خیلی دقیقی توی جهان صورت گرفته که ما منجر به وجود آگاهی و هوش و موجوداتی مثل ما شده. هممون تقریبا اینو قبول داریم. بله. اصل کوپرنیکی رو جا مهندس گذاشتن، نه زمین جای خاصیه توی جهان مطابق این، نه ما موجودات خاصی هستیم. در این حال همه فیزیکدان‌ها با هم موافقن که یک ذره پارامترهای فیزیکی فرق می‌کنه، ممکن بود ما نباشیم.
میچیو کاکو از قول استیون هاوکینگ نقل میکنه، میگه اگه سرعت انبساط 1 ثانیه پس از انفجار بزرگ حتی به مقدار 1 در 100 میلیارد کوچکتر بود، جهان قبل از اینکه به ابعاد فعلیش برسد بار دیگر میرنبید، منقبض میشد. از اینا تعداد زیادی از این پارامترها داریم. خیلی از دانشمندا فکر میکنن که خب چرا جهان این شکلیه؟ به خاطر اینکه اگر این شکلی نبود اون وقت ما شکل نمی گرفتیم که چنین سوالی بکنیم. این ضعیف‌ترین نسخه اصل انسانیه و بیان میکنه که به هر حال این که کسی هست که میپرسه جهان چرا اینجوریه، به خاطر اینه که جهان چنین قابلیتی رو داشته که چنین هوشی رو تکامل بده و به اینجا برسه. این شعر قشنگیه. میچیو کاکو اینجا میخونه: مردی به جهان گفت من وجود دارم آقا. جهان پاسخ داد با این حال این حقیقت مرا به چیزی مجبور نمی کند. جهان ممکنه جواب ما رو اینجوری بده: خب شما خیلی مهم نیستین که، من حالا جبری به هم حاکم نبوده تا شما به وجود بیاین. ولی اصل بشر بنیاد همونجور که از اسمش برمیاد میگه که نه، جهان یک سری محدودیتایی داشته برای اینکه یه پرسندگانی مثل ما به وجود بیاد که بتونیم ازش سوال کنیم. بنابراین همین که من دارم از تو سوال میکنم جهان عزیز یه محدودیتایی به تو اعمال میکنه. یعنی باید یه سری از نظر فیزیکی میشه اصلا پارامترات باید توی محدوده هایی باشن، سرعت انبساطت باید اینطوری باشه، نیروی هسته‌ای قوی ضعیف اینا اینطوری باشه. این تفاوتاییه که این دوتا دارن. توی 20 سال گذشته رویکرد دانشمندا به اصل انسانی خیلی نوسان داشت. بعد از توی قرن جدید، یعنی بعد اینکه این کتاب چاپ شد، من به تدریج می‌دیدم که کمتر دیگه راجع به این حرف زده میشه، ولی باز جدیداً دوباره داریم بهش برمیگردیم. ولی خب خیلی از دانشمندا هم معتقدن این فکر چیزی به ما نمیگه، قدرت پیشبینی نداره. خب باشه، جهان یه طوری میبوده که ما توش شک بگیریم، حالا چی بهمون میگه؟ از این میگن استفاده، یعنی زیاد نباید راجبش فکر کرد و چی دستاوردی واسمون نداره. با این حال همونجوری که گفتم میبینید انقدر اهمیت داشت. میچیو کاکو یه بار توی فصل قبل راجع به این اصل بشر بنیاد صحبت کرد و یه بارم دوباره توی فصل 12 میاره بحثشو باز میکنه و توضیحات مفصلی میده. ولی آخرین پاراگرافش اینه، الان چشمم افتاد، میگه اما در نهایت مناقشه بین اصل کوپرنیکی و اصل انسانی نمیتواند نقش ما را در جهان تعیین کند مگر اینکه ما به این سوال از منظر بالاتری بنگریم، از دیدگاه نظریه کوانتوم. این پس توضیحی بود که میتونستم راجع به اصل بشر بنیاد و اصل تفاوتش با دیدگاه کوپرنیکی بدم. بله، بسیار عالی، متشکرم. جناب هادیان، یه مقداری در مورد دنیای کوانتومی میخوایم از شما سوال بپرسیم. البته یه پرانتز هم باز بکنیم که یک نفر امروز از من خواست که یعنی از شما بپرسم کتابی راجع به مفهوم کوانتومی آیا سراغ دارید که معرفی بکنید و بعد بریم سراغ این سواله که دنیای کوانتومی از نگاهی دیگه به مسئله نقش جهان به مسئله نقش انسان در جهان میپردازه. حالا میخوایم که مفهوم کوانتوم رو کلا ببینیم چیه و اگر هم در آخر توضیحاتتون کتابی سراغ دارید راجع به این مفهوم کوانتوم، ممنون میشم که معرفی کنید. خب تا یادم نرفته بگم این کتاب خوبی راجع به کوانتوم اوایل این سلسله جلساتم خاطرم هست که پرسیدن. آره مخاطبین عزیزمون، کتاب به زبان ساده که کامل و جامع باشه متاسفانه نیست. اگه کسانی مثل شما یا مترجمینی که صدای
ما این جلسات رو پیگیری میکنن برخوردن به کتاب ساده‌ای مثل خود همین جهان‌های موازی، منتها ساده و همراه با مثال و همراه با چیزای با زبان ساده و جذاب که کوانتوم رو توضیح داده باشه. کتاب دانشگاهی اینا زیاده، کتاب باز کوانتوم به زبان ساده هستش، ولی بعضیاشون قدیمی هن. یعنی مترجمان کتابای قدیمی ترجمه کردن، بعضی هم تو بازار نیست، اگه بگیم که فایده نداره که پیدا نمیکنن. جا داره، من الان نمیتونم اسمی ببرم بگم الان برید اینو بگیرین، چون که نیست به نظر من، ولی جا داره کسایی کار کنن کتابای خوب کوانتومی به زبان ساده بدون ریاضیات پیچیده رو ترجمه کنن و که علاقه من زیاد داره. من خیلی با این سوال مواجه میشم که کتاب خوب کوانتومی مفاهیم کوانتوم یک خیلی میخوام برم بخونم این از اول چیه. به اضافه این که کتابای همه کس فهم و به زبان ساده و برای عموم، برای غیر متخصصا باید یک کمی تاریخی باشن، یعنی بیاد از جهت تاریخی توضیح بده اصلا چرا کوانتوم به وجود و چی شد که دانشمندان رفتن سمتش. چنین کتابی هم کمتر من دیدم اصلا نوشته بشه و بازم جای چنین کتابی خالیه. من خودم هم خیلی همش میگردم که خب خودتون بنویسید. خب من که یه سر دارم 1000 سودا، این دیگه چیز وظیفه شما هاست دیگه و جوان‌تران که شما به هر حال اطلاعات جامعی دارید راجع به این موضوع و میتونید مفصل بهش بپردازید. حالا در سال 1401 حتما راجع بهش فکر کنید و اقدام کنید. از نظر لطفتون. خب حالا کوانتوم راجع به این موضوعی که داشتیم صحبت میکردیم، یعنی جایگاه ما در جهان چی بهمون، این یکی از تعبیرهای مکانیک کوانتومی چندین بار توی این سلسله مباحثم مطرح شد، من اشاره کردم. یکی از این تعبیرها اینه که ما نقش ناظر در واقعیت فیزیکیه، یعنی اندازه‌گیری یا آگاهی انگار با یکی از تعبیراتی که مکانیک کوانتومی شده، انگار تا اندازه‌گیری نشه، تا آگاهی با جهان فیزیکی برخورد نکنه، این آگاهی متعین نمیشه، مشخص و معین نمیشه. یه ابری از احتمالات وقتی که یه نفر این سیستم رو مشاهده میکنه باید تبدیل بشه به واقعیت. چیزی که دعوا سرش بود هنوزم بعد 100 سال حل نشده. انیشتین با عصبانیت میگفت من نمیتونم قبول کنم وقتی من به ماه نگاه نمیکنم ماه سر جاش نباشه، ولی مطابق این تعبیر برای اینکه ماه سر جاش باشه یه نفر باید نگاش کنه، یه نفر باید اون رو اندازه‌گیری کنه، یه ناظر آگاه میخواد. که باز این شعری که اینجا میچیو کاکو آورده جذابه. میگه زمانی مردی وجود داشت که گفت خدا باید خیلی تعجب کند اگر ببیند که این درخت هنوز هست وقتی کسی در این اطراف نیست. اما ناشناسی نکته سنج در پاسخ چنین نوشت: آقای عزیز، در کمال شگفتی شما من همیشه این اطراف هستم و به همین دلیل است که درخت همواره وجود دارد، زیرا به وسیله ارادتمند شما مشاهده می شود. خدا جوابش داده. آره. یه ناظر دست بالا که جهان رو میبینه و بنابراین این جهان فیزیکی وجود داره. یعنی در واقع آقای حادیان، یعنی در واقع ناظر کوانتومی همون خداست. آره اینطور که تو کتاب اومده. بله اینطور که این تعبیر داره میگه. آره. ناظر میشه دیگه. ببینید اینطوری شد توی دهه 60 و 70 از این آزمایش‌های کوانتومی چنین تعبیرایی هم شد. آره درسته. تعبیرها خیلی خیلی شلخته تر از اینم انجام شدن. حتی مثلا
آگاهی این عرفانای آمریکای جنوبی و اونا رو هم میتونست تغذیه کنه این که مثلا یه خانم یه عروسک کاموایی میگیره توش یه سوزن میکنه، بعد مثلا اون طرف زمین تو هند مثلا تو بدن کسی سوزن میره. خب این میگفتن این آگاهی این داره میره اونجا، نمیدونم از این حرفا. مثلا همین الان همین بعضی از این مکاتب عرفان رنگارنگ شرقی و غربی از این استفاده میکنن دیگه، ولی شکل شسته رفتش که بعضی فیزیکدان ها راجبش حرف زدن اینه که یه آگاهی ممکنه توی جهان وجود داشته باشه، حالا که باعث بشه تابع موج کل جهان فروپاشی کنه و جهان تبدیل بشه به چیزی که ما میبینیم. فیزیکدان ها راجع به این بحث زیاد کردن. الان وضعیت در بنبسته، ما هیچ کدوم از اینا رو نمیتونیم قبول کنیم. خب تابع موج خود خدا چیه؟ اگه قراره که تابع موج همه چی داشته باشن، تابع موج اون رو کی داره مشاهده میکنه؟ این جواب ما رو نمیده. بندازیمش پشت یک چیزی که اونجا مثلا دیگه ما از اون سوال نمی کنیم. خب این جواب نیست. هاکینگ هم اینو خیلی میگفت دیگه، میگه تأخیر انداختن به پاسخ، فقط بالاخره باید یه جواب بهش بدیم. میچیو کاکو تو این قسمت توضیحات مفصلی میده، خواننده ها رو ارجاع میدن به متن کتاب که نظریه جالبی وجود از داده رو میده که ویلر گفت، اون فیزیکدان بزرگیه، ولی ما واردش نمیشیم تو این بحث. ولی و یک نگاه دیگه میتونیم به این آزمایش‌های کوانتومی داشته باشیم. این نگاه بعدی همون چیزیه که این کتابو به وجود آورده تقریبا، اونم جهانهای متعدده یا جهانهای چندگانه. به جای اینکه از این ادعا بکنیم که آگاهی این کار رو میکنه، یه ادعای دیگه ای مطرح شده، یه راه حل دیگه ای داره، یه تفسیر دیگه ای میتونیم بکنیم، اونم جهانهای متعدده. با مکانیک کوانتومی جهانها میتونن هر سرنوشت ممکنی رو داشته باشن. جهان تو هر اتفاق کوانتومی میتونه تقسیم بشه. تو جلسات قبل گفتم وقتی اتفاقی میفته یک اندازه‌گیری کوانتومی چند تا خروجی ممکن داره، هر کدوم از اونها طبق این تفسیر در یه جهان موازی صورت میگیره که قبلا تو جلسات قبلی توضیح دادم، دیگه تکرار نمی کنم. فقط میخوام اینجا اینو تاکید کنم که به طور کلی نهاد احتمالی مکانیک کوانتومی به ما اجازه میده که راجع به اختیار در جهان یه مقداری فکر کنیم، چون که جهان از اون جبری بودنش در میاره که هنوزم البته همونجوری که گفتم ما زیاد ازش سر در نمیاریم. امیدوارم که توی سالهای آینده، شاید تا آخر این قرن، شاید قرنهای آینده، فیزیکدانای جوان و مستعد، انیشتینای آینده، پلانکای آینده، هابلای آینده بیان و این گیری که ما الان داریم، میبینید دیگه من تا میریم به سمت مفهوم مکانیک کوانتومی، مفهوم فیزیکی و تعبیرش گیجیم. یعنی یا باید بریم بگیم آگاهی که اون یه چیز عجیب غریبه، یا بگیم جهانهای موازی، اینم هر دقیقه میلیاردها و میلیونها جهان یعنی به وجود داره میاد. اینم ادعای بزرگیه دیگه، یه هیچیش هم نمیتونیم اندازه گیری کنیم. نمیدونم یه چیزی خلاصه باید اینو حل کنه، ولی الان نمیدونیم. من به بینندگانمون توصیه میکنم که کنجکاویشون نسبت نظریه مکانیک کوانتومی حفظ کنن، حالا یا کتابایی که موجوده یا کتابایی که در آینده خواهد اومد، یا از منبع اصلی. خیلی هاشون اینایی که الان دارن گوش میکنن زبان بلدن، خیلی راحت میتونید برین توی منابع بین‌المللی بگردین کتابای خوب. بعدم حالا من اینو چیز بگم، غیر رسمی بگم، سایت هایی هستن که کتاب و پی دی افش و کتاب خارجی و به راحتی در اختیارتون میذارم، مخصوصا سایت های روس زبان
که اصلا کارشون اینه بلافاصله کتابای جدید بینی یه هفته پیش چاپ شده راحت در عرض 2 دقیقه توی یکیشون جنسیسه، برای اینکه اگه کتابی دوست دارم بگردن خیلی معطل نشن به راحتی پی دی اف کتابو میتونن بگیرن تقربش کنن و کتاب زبون اصلی بخونن. خلاصه اینکه مکانیک کوانتومی بخونین. اونایی که حوصله‌شون نمیاد برن مکانیک کوانتومی بخونن و درگیر این بحث بشن، چرندیات رو راجع به این دیگه پس قبول نکنید. من دارم بهتون میگم خود دانشمندا اونایی که درگیرن گیج دارن میزنن دیگه، چه برسه به اینکه یه نفر بخواد بیاد گری رو برداره از یه جای دیگه بگه این همونه، این مکانیک کوانتومی مثلا 700 سال پیش گفتی یا ربطش بده به عرفان اینا. جون مادرتون، حالا حتی اگه که نمیریم خود علمو بخونین، حداقل انقدر آگاه و هوشیار و تیز و زرنگ باشین که این چیزها رو هم قبول نکنین دیگه. بارها من تو این جلسات گفتم بشینید فکر کنید ببینید بین نمیدونم و شیر مالیدن سر خودتون کدومو میخواین انتخاب کنین. قرن 21 دارین زندگی میکنین. نگردیم دنبال یه چیزایی که اعتقادات قبلی و قدیمیمون رو یه راهی پیدا کنیم که نگهشون داریم. خب باید درست باشن، با شواهد ما میخونن، درست هم نبودن شجاعت داریم میذاریم کنار، به امروزی فکر میکنیم. بله جناب مهندس، در رابطه با همین موضوع خیلی مهمی داشتید میگفتید، من داشتم گوش میکردم و یه مقدار هم شخصا دغدغه دارم در این مورد. خیلی بعضی موقع آدم اذیت میشه اینجور برداشت ها رو میبینه. متاسفانه از هر موضوع علمی بعضی از دوستان علاقمند هستن که به نفع خودشون برداشت های عجیب غریبی بکنن. خواستم بگم که برای اینکه فرصت بیشتری رو داشته باشیم در ادامه که توضیحات آقای هادیان رو، برداشت شخصیشون رو از این کتاب بشنویم، برای همینه که من نسبت به برنامه‌های قبل خیلی سوالات کمتری رو انتخاب کردم. آخرین سوال رو هم میپرسیم، بعد میریم سراغ توضیحات آقای هادیان که خیلی هم باحال توضیح میدید، همچین لوتی توضیح میدید که همه خوششون میاد. موزیرم بارها تشکر میکنن از شما. بله، علم به زبان ساده است دیگه. بله، به زبان لوتیواره. خب، تفکر در رابطه با هدف زندگی در جهان به واسطه یه جمله تاثیرگذاری که استیفن وانبرگ در ابتدای کتاب خودش آورده اوج پیشتری گرفت. چه که اون نوشت این بود: هر چه که جر درک کنیم به بینا بودن زندگی بیشتر پی میبریم. وقتی برای درک جهان تلاش میکنیم به این قضیه میرسیم که زندگی انسان چیزی است که یش مسخره تا حدی بالاتر است و از نظر تراژدی نیز اندکی ظرافت و خلاقیت در اون به کار رفته. بعدها واینبرگ اعتراف کرده که این جملات این جملات کتابش بوده. حالا ببینیم در مورد هدف جهان چجوری فکر میکنیم. خب من ترجیح میدم همینطوری که میچیو کاکو این بخش رو توضیح داده برم جلو تا چیزی مجموعه هم خلاصش اینه که نظرات مختلفی فیزیکدانا گفتن. مثلا استیون واینبرگ معتقده که اینجا نقل قول میکنه، میگه با وجود یا عدم وجود مذهب انسان‌های خوب میتوانند درست و افراد بد شیطانی رفتار کنند، اما برای اینکه افراد خوب کارهای شیطانی انجام دهند آن وقت مذهب لازم است، که اینو خیلی شنیدید. واینبرگ که چند سال پیش بود که برنده جایزه نوبل هم بود، معنایی نمیبینه. بعد از اینکه جهان فیزیکی رو نگاه میکنه، ایشونه خیلی دانشمنده، درست حسابیه. من از خوندن مطالبش لذت میبرم، خدا رحمتش کنه.
میگه در اصل واینبرگ مبارزه ای را ترتیب داده است. اگر انسان‌ها عقیده داشته باشند که جهان هدفی را دنبال می‌کند، در این صورت این هدف چیست؟ ما دنبال این هدف، دنبال یک معنا میگردیم دیگه. نمیتونیم این همه جهان به این بزرگی با این قوانینش نگاه میکنیم، دنبال یک هدف و معنایی واسش هستیم. ولی فیزیکدانا در این مورد اظهار نظرهای متفاوتی کردن. واقعا یه تعدادیشو تو همین قسمت میچیو کاکو فهرست میکنه، نظراتشون رو میگه. دانشمندای مختلفی که تقریبا 16 سال پیش باهاشون صحبت کرده، بعضیا نمیپذیرن که این کیهان هیچ هدفی نداشته، بعضیا روحیه مذهبی دارن، توجیهات مذهبی دارن. مسئله وجود خالق این سوال را برمی‌انگیزد که آیا علم قادر است در مورد وجود خدا به ما اطلاعاتی بدهد؟ خداشناسی به نام پل تیلیچ یک بار گفته است که فیزیکدان‌ها تنها دانشمندانی هستند که می‌توانند کلمه خدا را به زبان آورده و شرمنده نشوند. در حقیقت فیزیکدانان در مواجهه با یکی از مهمترین سوالات انسان تنها هستند. آیا طرح بزرگی وجود دارد؟ اگر چنین است، آیا طراحی دارد؟ مسیر درست حقیقت کدام است؟ منطق یا وحی؟ این سوالیه که بله این آقای فیزیکدان و کتابش اینجا تقریبا 5-6 سال قبل از اینکه استیون هاکینگ کتاب طرح بزرگ رو بنویسه، میچیو کاکو کلمش رو به کار برده. بعداً استیون هاکینگ هم یه کتاب نوشت، همین سعی کرد به همین سوال جواب بده. یعنی آیا جهان یه طرح بزرگه؟ یعنی یه کسی نشسته طراحیش کرده؟ البته استیون هاکینگ جواب میده که نه، نظر نمیرسه، میتونه اینجوری هم نباشه. و جوابهای خیلی خیلی متنوعی فیزیکدانا دادن. میچیو کاکو نظرات انیشتین رو نقل میکنه اینجا. باز ارجاعتون میدم خوانندگان به متن کتاب مفصل‌تر نگاه کنید. حرفای زیادی میزنن، انیشتین رو گفته، انیشتین رو گفته. اینجا یه منبع معتبری که خلاصش اینه که انیشتین به خدای مذاهب باور نداره اصلا. وقتی هم که فیزیکدانا اینجوری وسط کلمشون خدا میگن، این منظورشون اصلا خدای مذهب نیست. مثلا وقتی میگن ذره خدا، حالت فانتزی داره. یعنی فیزیکدانا شوخ طبع هم هستن توی تعبیراتشون. منظورشون وقتی میخوان به بنیادها اشاره کنن مثلا میگن خدا، چون هم باید کلمات استفاده کنن. انیشتین اینجوری که به نقل از میچیو کاکو یه خدای اسپینوزایی معتقده. یعنی میگه که این جهانی که میبینید همینه، یعنی این مجموعه طبیعت و قوانینش همینا هن که ما میبینیم و چنین تعبیری داره. ولی میچیو کاکو خودش اظهار نظر میکنه در این مورد و خوشبختانه میچیو کاکو خیلی خیلی محتاطه، ولی در این حال اینجا محافظه کاره. نه خیلی ها محافظه کار نیست. مثلا در مقابل اگه با داوکینز مقایسش کنیم محافظه کاره، ریچارد داوکینز منظورمه. یا مثلا با استیون هاکینگ مقایسش کنیم، خب محافظه کاره، ولی اینم حرفشو تو دلش نگه نمیداره، خیلی جا زده. ولی من خودم فکر نمی کنم که
جر و بحث راجع به آفریننده مشکل اصلی ما باشه. ما اون حل نمیکنه مثلا اونو، ما دنبال معنا میگردیم واسه زندگیمون. خب اونایی که مذهبیان البته که سریع معنا پیدا میکنن دیگه واسه زندگی، مشکلی در این مورد ندارن آره. ولی برای کسایی که فیزیکی نگاه میکنن و دنبال دلایل و مدارکن، این میچیو کاکو این تیپیه دیگه، مذهبی که نیست. جواب میگه که از رو خونه خب در نهایت من معتقدم، اینو میچیو کاکو میگه، وجود یک معادله که بتواند کل جهان را به روشی منظم و هماهنگ توضیح دهد، منظورش اون نظریه همه چیزه که در یک معادله کوچیک انتظار داریم که به طول 3-4 سانتی متر پیدا بشه. اگه پیدا بشه یه همچین چیزی خواهد بود. میگه که اگه چنین معادله‌ای وجود داشته باشه و پیداش کنیم، به نوعی میتواند بیان کننده یک طرح از پیش تعیین شده باشد. با این حال عقیده ندارم وجود این طرح میتواند به انسانیت معنای شخصی ببخشد. فرمول نهایی فیزیک هر چقدر هم که زیبا و خیره کننده باشد، باز موجب تعالی روح میلیاردها انسان نیست و به آنها احساس رضایت کامل نمیدهد. هیچ فرمول جادویی فیزیک و کیهانشناسی نمیتواند توده مردم را شیفته کند و زندگی معنوی آنها را غنی سازد. از نظر من میچیو کاکو میگه معنای حقیقی در این نهفته است که هر کس معنای زندگی خود را میسازد. به جای اینکه تصور کنیم آینده از یک قدرت بالاتر به ما به ارث میرسد تا هر آن کس این سرنوشت ماست که به جای اینکه تصور کنیم آینده از یک قدرت بالاتر به ما به ارث میرسد، هر کس خود آن را بسازد. خب و بعد نظر خودشو میگه، اونم اینه که میگه به نظر من معنای زندگی در 2 چیزه، یکی در کار و دیگری در عشق. پیدا کنم از روش بخونم الان. خب آقای میچیو کاکو کجا اینو نوشتی؟ علاوه بر کار و عشق 2 عنصر دیگر رو هم باید به زندگی اضافه کرد. اینه؟ صفحه چنده؟ 436 پاراگراف اول. آها اینجاست. ببینید تو پاراگراف بعدیش میگه که من معتقدم معنای زندگی چیزی نیست جز کار و عشق. بعد توضیح میده، میگه کار به ما احساس مسئولیت و هدفمند بودن میدهد، براش مهمه. یه مقداری هم من فکر میکنم تو سیستم غربی زندگی کردن یه جوری باید کارم جزء معنای زندگی قرار بدی، وگرنه اموراتت نمیگذره. یعنی هیچ معنای زندگی بدون اینکه یه جوری سخت کوشی توش باشه مشکل داره. البته که ما هم به این نمیتونیم تایید نکنیم که کار مهمه. و حالا من نظر خودم رو آخر سر بگم. میچیو کاکو یکی میگه کار. چرا؟ چون میگه به ما مسئولیت و هدفمند بودن میده، این احساس رو میده. تمرکزی واقعی بر روی کار و رؤیاهای ما. کار نه تنها به زندگی‌های ما انضباط و ساختار میبخشد، بلکه به ما احساس غرور، پیشرفت و چارچوبی برای شکوفایی میدهد. این چیزیه که میچیو کاکو داره توصیه میکنه. آره دیگه، پیشرفت میکنید، قله‌های موفقیت رو کسب میکنید، زندگی معنا پیدا میکنه. کار اثرش اینه. بعد میپردازه به عشق.
عشق عنصری ضروری است که ما را در تار و پود جامعه قرار میدهد. شما وقتی دیگران رو دوست داری میری تو جامعه، تو تار و پودش قرار میگیری. بدون عشق ما گشنه، تهی و بدون ریشه خواهیم بود. بدون عشق ما گمگشته، گفتم گشنه، بدون عشق ما گمگشته، تهی و بدون ریشه خواهیم بود. بدون عشق در سرزمین‌های خود بدون هدف زندگی کرده و از دغدغه‌های دیگران جدا خواهیم افتاد. علاوه بر عشق و کار، من 2 عنصر اساسی دیگر را نیز اضافه می‌کنم که زندگی ما معنا می‌بخشد. نخست، شکوفا کردن استعدادهایی که با آنها متولد میشیم. باز هم به جای اینکه بگذاریم به مرور زمان تحلیل رفته و از یاد بروند، باید تلاش کنیم تا حد نهایت از آنها استفاده کنیم. و آخریش هم چیه؟ دوم اینکه باید سعی کنیم زمانی که جهان را ترک میکنیم آن را به جای بهتری نسبت به زمانی که وارد آن شدیم بدل کرده باشیم. پس 2 تا عمده گفت، 2 تا هم خورده ریزتر. یکیش گفت کار، معنای زندگی رو تو کار، موفقیت، پیشرفت، اینا جستجو میکنن و در عشق دوست داشتن دیگران. و 2 تا چیز دیگه هم که مهمه اینه که شکوفا کردن استعدادایی که دارین. یه زندگی میکنین معناش اینه که شکوفا کنید استعدادایی که دارین، میتونه معنا بده زندگیتون. و دومی که حس کنید که حالا این که دارین میکنین روزا که میگذره یا همش که گذشت، جهانی که توش زندگی کردی یه جای بهتری باشه نسبت وقتی که شما به دنیا آمدی. اینم میتونه معنای زندگی باشه. و بعد امیدواره که کتاب دیگه بستم، تموم شد، آخرین صفحش بود. ابراز امیدواری میکنه که همونجوری که تو فصل قبلم صحبت کردیم، ما تمدن نوع 17 داریم میریم به سمت تمدن نوع 1 که به سیاره مسلط شیم. تمدن‌ها تو این دورهشون بسیار ناپایدارن، میتونن خودشون رو نابود کنن. الان هم که این روسیه به اوکراین حمله کرد چیز دیگه، یعنی داریم میبینیم که این همه که دانشمندا هشدار میدن بی خودی نیست، پرحرفی نمیکنن. واقعا یه 2 تا اتفاقی پیش بیاد چی دیگه هیچکی نمیتونه جمعش کنه. سیاره اینه که ابراز امیدواری میکنه ما هم به سهم خودمون. واقعا الان این دور زمانیه که باید بگیم همش مواظب باشیم یه 2-3 تا دیوونه پیدا نشن تمام تمدن رو بین ببرن. این فناوری رسیده به جایی که دکمه رفته زیر دستشون، یهویی بزنن چی؟ بعد شما میخوای بگی مثلا پوتین آدم خوبی بود یا بدی بود، مثلا چقدر آدم بدی بود، خب دیگه چه فایده ای داره؟ مثلا آدم بعد وقتی دکمه رو زد تمومه. این امیدواریم که میچیو کاکو ابراز امید میکنه که مواظب باشیم این مرحله تمدنی رو رد کنیم و اگه از این رد بشیم دیگه تمدن‌های نوع بالاتر پایدارترن. نه طبیعت میتونه زورش میرسه خرابشون کنه، چون میتونن جابجا بشن، ستاره رو ترک کنن، ستاره بیارن، ستاره ببرن، سیاره جابجا کنن. دیگه یه اتفاق طبیعی نمیتونه بینشون ببره. به اضافه خودشون هم تسلط به فناوری ها بیشتر میشه و اونا خودشون هم نابود نمیکنن. خواهش میکنم. خیلی لذت بردم خودم. حالا اگه وقت داریم من نظر خودم هم بگم. بله حتما بفرمایید. بعدم نظر آقای محمود رو سلامت باشین. من تو این 10 دقیقه که وقت دارم 3 دقیقه 8 دقیقه 2-3 دقیقه مال ما، بقیه‌اش هم دوست دارم جناب مهندس هم بگن، شما هم بگید. به نظر من که معنای زندگی توی کهکشان و جهان و اینا، یعنی توی جهان فیزیکی نیست که ما بگردیم پیداش کنیم. یعنی تلسکوپ‌های ما بفهمن معنا چی. مثلا جیمز وب بره حالا دقیق‌تر ببینیم که بعد، یا مثلا اتم شکنای ما اونجا ببینیم ذرات زیراتمی چی ان، بعد معنا رو پیدا کنیم. من اونجوری که من دارم میبینم ما یه گونه حیوانی
که این مغز پیچیدمون یعنی این معنا رو این داره ایجاد میکنه، تو مال جهان فیزیکی نیست. بنابراین برای اینکه درکش کنیم باید برگردیم به این 86 میلیارد نورونی که اینجا هست و ارتباطات اینا دارن میگن با معنی چیه بی معنی چیه، اینا دارن میگن خوب چیه بد چیه، احساس خوب و احساس بد و با معنا بودن و بی معنا بودن. خب اگه اینو بپذیریم، وقتی بیایم مال این گونه و که هوموساپینسه، من وقتی به خودمون میگم هوموساپینس منظورم اینه که دقت داشته باشیم ما یه ادامه بقیه جاندارانیم، ما هم یه گونه تکامل یافته این شکلی. بله. این هوموساپینس ها وقتی نگاه میکنی مغزشون از اول پستاندارا تا الان حدود 250 میلیون سال پیش یک سفری رو گذرونده که میشه کاملا اسمشو گذاشت سفر عشق. یعنی از عشق مادری شروع میشه که یه نوع تغذیه، یه نوع جدید تغذیه است که طبیعت کشف میکنه، در واقع این که مادر تغذیه کنه زادگان و نه اینکه اینا برن از طبیعت تغذیه کنن. این روش خوبیه، باعث میشه یه نوع دیگه یک گونه ها به وجود بیاد. بعد واسه این که این مادر اینا رو تغذیه کنه که میدونید غدد عرقش تبدیل میشه به غدد شیر. مثلا تو پلاتیپوسا یا اگه اشتباه نکنم اونا هنوز غدد عرق یعنی شیر مجتمع نیست، لیس میزنن پوست مادر رو شیر میخورن، اینجوری هنوز چیز نشده. مراحل تکاملیشو خلاصه داریم. یا تبدیل به حالا مادر بایستی بچه هاشو بشناسه، این که بدونه به این باید این اصلا بچه خودشه باید تغذیهش کنه دیگه، قبلش نمیشناسه باید فرار کنه چون میخورتش. حالا باید بشناسه که با بچه های دیگه قاطی نشه، با موجودات دیگه قاطی نشه. این قدرت شناخت میخواد، یعنی سیستم عصبی پیچیده. و وقتی حمله مثبت که این تقویت میکنه همدیگر رو، این دوتا تقویت میکنن، تبدیل میشه به نهایتا به چیزی که ما بهش میگیم عشق مادری. و هنوز همه دو جنسی ها دارنش. بعد این سیستم عصبی پیچیدگیش همینقدر کافی نیست، مادرها باید بتونن پدرها یعنی نرا رو هم بیارن وارد زادگان کنن. اگه ماده ای چنین کاری کنه زادگان بیشتری از خودش به جا میذاره. بنابراین این یه فشار تکاملی به وجود میاره که منجر میشه به عشق والدینی. یعنی حالا اینا یه پیر باندینگی تشکیل میدن، یعنی بین نر و ماده ها یه رابطه‌ای برقرار میشه که اینا کنار هم میمونن و شروع میکنن دوتایی خدمات دادن به این زادگان. و به تدریج این بازم سیستم عصبیشون رو پیشرفته میکنه پیچیده تر میکنه تا اینا بتونن حالا چنین حسی داشته باشن نسبت به همو بشناسن، انتخاب کنن، چون انتخاب ژن بهترم که زیر داره عمل میکنه. خلاصه بعد از این میرسیم به این دوره اخیر که این تبدیل میشه، باز پیچیده تر میشه و میشه میستیک رومانتیک لاو، یعنی این عشق رومانتیکی که بعدا ما واجدش میشیم، الان حسش میکنیم. و تو این 3000 سال اخیرم خیلی خیلی پیچیده تر و پیشرفته تر، یعنی پیشرفته منظورم سیستم عصبی مونه ها، پیچیده تر و با قابلیت های شناختی بالاتر و بالاتر میشه که میرسیم به میستیک لاو، یعنی عشق عرفانی. دیگه میتونیم یه چیزی بسازیم مثلا که کاملا انتزاعی و داشته باشیم. اینه که من از این توضیحات نتیجه میگیرم که ما به عنوان گونه های هوموساپینس معنای زندگیمون توی عشق، فقط اون ستای دیگه اوکی میچوکاکو میگه یا اون یکیه دیگر رو میگه یا هر چند تا میخوایم بشماریم. من فکر میکنم اینا نتیجه این یکی هن. یعنی ما و منظورم از عشق اصلا عشق عجیب غریب آسمانی و اینا نیست، همین عشق بین دو نفر که میتونه معنا بده به زندگی. حالا من سراپا گوشم.
معنای آقای زندگی رو علیرضا تفاوت شما بله خیلی عالی بود، متشکرم. البته اون دوستان نوشته بودن که شما مشخص کنید که به لحاظ علمی دارید از جایگاه علمی صحبت میکنید یا جایگاه فلسفی. بعضی موقع خب نمیشه مشخص کرد که اون دیدگاهی که آدم داره علم یا فلسفه یا هر اسمی، ممکنه هنوز این را نمیشه تفکیک کرد که دقیقاً علم یا فلسفه، چون به هر حال دیدگاه انسان نسبت به زندگی هست دیگه. اون دیدگاه رو نمیشه براش حتما یه معیار خاصی در نظر گرفت. اما همونطور که شما گفتید، البته من میخوام یه پرانتزی باز کنم. چیزی که جناب میچیو کاکو اسمشو گذاشتن، در واقع دوتا مؤلفه‌ای که به کار بردن، حالا مهمترینش عشق و کار. من اینو میخوام بگم که منظور میچیو کاکو از کار اون چیزی نیست که ما تو ایران تقریبا باش درگیر هستیم، اون کار که ساعت 5 صبح برید ساعت 1 شب برگردید پس با معناترین نوع زندگی رو دارید. متاسفانه اینجوری نیست. حالا درسته از اینجوری اگه باشه مؤلفه کار ما خیلی فوله پس نیاز بهش نداریم تو ایران، در صورتی که اینجوری نیست. متاسفانه اون دیدگاه‌های غربی با دیدگاه‌های ما یه مقدار متفاوت هست. چون من اینجا میبینم از کسانی که اصلا کار میکنن، کار رو به عنوان یک وظیفه یا به عنوان نان در آوردن مثل ما بهش نگاه نمیکنن. کار براشون در واقع یه جورایی، حالا اگر بخوام من نظرمو بگم، بیشتر از این بود با میچیو کاکو میتونم اون معنی اون دوتا کلمه رو بگم که در واقع حل کردن مسائل دنیا و این میتونه در بعد کارش قرار بگیره. اینکه خب به هر حال میچیو کاکو کارش اینه که با علم سر و کار داره، با مجهولات سر و کار داره و میخواد اینها رو کشف کنه و یا به هر حال یه جوابی براشون پیدا کنه. این براش به عنوان کار به حساب میاد. حالا بستگی داره به خود اون آدم ها که چه نوع نگرشی دارن به چه نوع کار یا اون علاقمندی. میگن در واقع لذت بخش ترین زندگی اینه که شما کاری رو بکنید که دوست دارید، یعنی در کاری مشغول باشید که بهش علاقمندید و در کنار اون حالا این نیازهای زندگی هم در کنارش قرار بگیره که بخواید رفعش بکنید. روی این حساب من نظرم این هست که یکی این که همین حل کردن مسائلی که توی روزمره و زندگی داریم باش رو در رو میشیم، این یک در واقع مؤلفه‌ایه که توی ذهن معنا پیدا میکنه. و یکی دیگه اون عشق رو من میخوام یه مقدار گسترده ترش بکنم، چون به هر حال میدونید حالا اول صحبتاتونم جناب عادیان شما مطرح کردید در رابطه با زندگی در اجتماع و اون لذت در واقع آموختن. میخوام دومین مؤلفه رو به این شکل تعریف کنم که عشق فقط صرفا اون عشقی که ما در واقع توی اون زبان عام میشناسیم نیست. عشق به هر حال عشق به هم نوع، عشق به در واقع کمک به دیگران، اینا همشون در اون زمره عشق قرار میگیرن. در واقع اینکه عشق بورزیم به انسانها، به حیوانات، به طبیعت، تمام این میتونه در واقع یکی از اون مؤلفه‌های خیلی مهمی باشه که به زندگی یا به همین دنیا در واقع تو ذهن ما معنا میده و تمام اینها میتونه در زیر مجموعه خوشبختی هر کسی قرار بگیره. یعنی خوشبختی رو باید، نظر من اینه که خوشبختی مثل اثر انگشت میمونه، برای هر کسی تعریف خاصی داره. چون یه نفر ممکنه خیلی چیزها تو زندگیش داشته باشه ولی خوشبختی رو فکر کنه که در واقع چیزی هست که دیگری داره و اون نداره. این در واقع تعریف خوشبختی در ذهنیت اون شخص یه جورایی معنا پیدا میکنه. به حساب من فکر میکنم که انسانهای خوشبخت کسانی هستن که این عشق به کمک به دیگران، عشق به طبیعت، عشق به هم نوع، این رو تو ذهنشون دارن و همینطور اینکه به هر حال با حل کردن مسائل و نگاه حلالی که نسبت به دنیا دارن
این میتونه همین دوتا مؤلفه خیلی مهمی باشه که حالا میچیو کاکو هم با یک زبان دیگه میاد این رو بیان میکنه. به هر حال اون علم هم دنبال اون آسایش برای هم به لحاظ ذهنی هم به لحاظ جسمی برای انسان. روی این حساب من داشتم کتاب رو میخوندم، آخرش مؤلفه های معنای زندگی رو میچیو کاکو میاد از فروید در واقع وام میگیره، از اون جمله فروید، به خاطر اینکه به هر حال اون بعد از وجود انسان هم نیاز به ترمیم داره، نیاز به پیشرفت داره، نیاز به آرامش داره. اینکه به هر حال فقط آرامش برای جسم نیست، برای ذهنم هست و این دوتا در کنار هم میتونن معنا پیدا بکنن. دیگه زیاده گویی نمی کنم. نظر اجمالی. بسیار عالی، متشکرم از شما. خب حالا منم باید بگم. شما میتونید بفهم. اگر اینترنت من قطع نشه خیلی خلاصه میگم اینو. البته خیلی بهره بردم از حضور شما و باعث افتخار من بود که بتونم در کنار آقای هادیان و شما این برنامه های پی در پی رو داشته باشم، این مجموعه برنامه رو. و هر جا بشینم یه پوزش رو میدم دیگه، میگم که آقای هادیان ما باش برنامه داشتیم با آقای قرداغی و متشکرم که این هم ذهن من ثبت خواهد شد و ممنون. مفهوم زندگی همونطور که شما دو عزیزان گفتید، مفهوم زندگی هر کسی متفاوته و نمیشه شبیه هم باشه. من زمانی که از باور به وجود خدا و دنیای بعدی گذار کردم حدود چند سال پیش، باید میگشتم دنبال مفهوم زندگی خودم، اینکه من اصلا این رو چیکار میکنم و باید چه نقشی داشته باشم. نمیتونم منفعل باشم یا یک مصرف کننده باشم روی کار زمین. اومدم که مثمر ثمر باشم. تنها چیزی که میتونه من رو خوشحال بکنه و حالم رو خوب بکنه اینه که بتونم علم بروز دنیا رو برای تا اونجایی که در توانم هست، اون ساعتی که میتونم وقت بگذارم رو بیاموزم و این رو به رایگان در اختیار دیگران قرار بدم. حالا شاید این راویگری که البته وقت خیلی کمی رو متاسفانه میتونم براش بگذارم به دلیل اینکه امرار معاش خیلی سخته در ایران، شاید این تنها چیزیه که میتونم ارائه بدم و همینطور این برنامه هایی که هستش اجرا میکنیم با حضور شما عزیزان، این در واقع علم رو به رایگان در اختیار دیگران قرار دادنه. کسانی که حالا وقتش ندارن یا نمیتونن کتاب بخرن یا هر چیزی، میتونن خیلی خلاصه بیان و این برنامه رو دنبال بکنن و یه شب بگیرن. تنها چیزی من خوشحال میکنه همینه و کاش میشد که همه کسانی که حالا زندگی میکنن و علم رو دنبال میکنن بیان همین کار انجام بدن، یعنی بتونیم زندگی رو برای همدیگه قابل تحمل بکنیم. زندگی خیلی کوتاه است و همش هم توش سختی داره. ای کاش بشه که زندگی رو برای همدیگه قابل تحمل تر کنیم، نه اینکه به خاطر یه وجب خاک این به قول شما این برتر و اون برتر باشه بیم کشت و کشتار براندازیم، هزاران سرباز بیگناه رو بکشیم. برای چی؟ اصلا به قول شما کل این کره خاکی برای تو آخرش میخواد چیکار کنه؟ آخرش چی بشه واقعا؟ چه اتفاقی میفته؟ آخرش باید همه اینا رو بگذاریم و بریم، برای همیشه از این دنیا بگذاریم و بریم و به مواد عالی بپیوندیم. زیادی گویی نمی کنم و ممنونم. این بهترین هدیه‌ای بود که در این طول مدت تونستم از شما دریافت بکنم و در ذهن من ثبت شد و متشکرم از شما دو بزرگوار و همه دوستانی که ما رو همیشه همراهی کردن. بله خیلی ممنون، بسیار عالی بود. این آخرین جلسه این کتاب ظاهرا خیلی خوب و پربار بود، چون نظرات به هر حال شخصی خارج از اون محدوده نظرات میچیو کاکو ما اومدیم آخرش رو صحبت کردیم. فکر می‌کنم خیلی بهتر و کاربردی تر بود و هست و امیدوارم که همچنان برنامه‌های بعدی رو هم بتونیم به همین شکل داشته باشیم و همینجا از همه عزیزان
شما دو عزیز و همه عزیزانی که توی این سری برنامه ها ما رو پیگیری کردن، همیشه جویا بودند. اگر یک هفته برنامه به دلایلی برگزار نمیشد پیام میدادن و جویا میشدن که چرا نیست، چرا کی برگزار میشه، و یا اینکه قبل از برنامه همیشه ما پیام هایی داشتیم، پیام های دلگرم کننده. خیلی ممنونیم. به هر حال همیشه گفتم ثروتی که ما تو زندگی داریم عزیزانی هستند که همراه ما سعی کردیم چیزهایی رو که یاد گرفتیم و یا چیزهایی که فکر میکنیم درسته رو به هم دیگه انتقال دادیم. به هر حال لذت یادگیری درسته که خیلی زیاده، ولی لذت یاد دادن هم به همون نسبت به هر حال وجود داره. عزیزان، من از همینجا تشکر میکنم از همه دوستانی که همیشه همراه ما بودن و به ما یاد دادن. به هر حال فقط یک طرفه نبوده این موضوع، همیشه ما از دوستان عزیز چه تو پیام ها، چه تو حمایت ها، چه تو جاهای مختلف ما یاد گرفتیم و همیشه شکرگزار شما عزیزان هستیم. خیلی خیلی ممنونم. برنامه‌های پرباری در کنار هم تا اینجا داشتیم و امیدوارم که همچنان ادامه پیدا بکنه. حالا کتاب بعدی رو هم سعی می‌کنیم که یا کتاب بعدی یا اینکه یک سری برنامه‌هایی رو جناب هادیان قول داده بودن که قراره با هم داشته باشیم، یا اونا رو برنامه‌ریزی می‌کنیم که انجام بدیم، یا اینکه به هر حال یا کتاب بعدی رو شروع بکنیم که حتما در طی اون روزهای آینده اعلام خواهد شد. و جنبندی آخر شما دو عزیز اگر حرفی دارید برای انتهای برنامه سلسله برنامه‌های جهان‌های موازی. خیلی ممنونم از شما، از خانم بدیعی، این زحماتی که کشیدین. از بینندگان پروپا قرصمونم که همیشه اظهار لطف کردن و از توجهتون ممنونم. اونا به ما انرژی میده. خیلی سپاسگزارم و قدرتون رو میدونم. دلم واسهتون تنگ میشه. خیلی دمتون گرم. ولی خب حالا سال 1401 حتما باید دوباره بیایید و با ما برنامه اجرا کنید برای کتابایی که دارید ترجمه میکنید، برای اینکه کتاب بنویسید در مورد کوانتوم که گفتید نیستش. حتما بنویسید و در آوای بوف ما منتشر کنید. بله حتما، با افتخار. بله، دوستانم توی پیام ها همه گفتن که برنامه ها ادامه پیدا کنه و استقبال کردن و دیگه شما جناب هادیان که حالا ببینیم در آینده موافقت کنید که برنامه های بیشتری هم داشته باشیم. سلامت باشین. خیلی متشکرم از لطفتون. خواهش میکنم. خیلی ممنونم. برنامه خیلی خوبی بود. خیلی مواظب خودتون باشین و وقت و شبتون بخیر.